با من بیا توی یکی از دلفریب ترین صبح‌های رشت. صدای جیرجیرک ها، طلوع نرم خورشید و مردمی که با لباسهای شیک و عطرهای وسوسه برانگیز توی پارک گیلانه قدم میزنن. دختری با اندامی مانکنوار جلوی قاب، دوچرخه‌هایی که بی صدا میلغزن و نگاهی که میخواد بیشتر کشف کنه. همه اینا در 8 دقیقه اغواگر منتظرته. ساعت هنوز به 8 نرسیده و من نرم و آهسته قدم هامو از ابتدای پارک گیلانه شروع میکنم. آفتاب داره تازه خودش رو روی شاخه ها پهن میکنه و صدای جیرجیرک ها هنوز توی گوش صبح پیچیده. پارک باریک و بلند کشیده در امتداد بولوار گیلان، جایی که آدم‌ها خوش لباستر، خوش عطرتر و شاید خواستنی ترن. همینطور که جلو میرم هر قدم یه داستان میشه. زوجهایی که کنار هم راه میرن، دخترها و پسرایی که هر کدوم جهان خودشونو دارن و دوچرخه هایی که مثل نسیم از کنارم رد میشن. گیلانه پر از حرکت و زندگیه، ولی در این حال یه حس دلبری خاموش توی هواست. و درست وقتی که ذهنم بین شاخه ها و عطرها سرگردونه، یه دختر جوان با اندامی کشیده و مانکنطور بی هوا وارد قابم میشه. تیشرت صورتی گشاد، لگ بنفش جذب و موهایی که پشت سرش جمع کرده. یه کیف کمری روی کمرش بسته و انگار با هر قدم موزیک خاصی توی تنش میرقصه. تمام مسیر جلوی من راه میره، با وقار، با طنازی، با سکوتی که صدا داره. از کنارمون زنهای زیبا، زوجهای در هم تنیده و پسرهایی با نگاههای کنجکاو رد میشن. صبح گیلانه داره بیدار میشه و هر لحظهش یه حس عمیق، نرم و وسوسه برانگیزه. من تا انتهای مسیر پیش میرم. قدم هم آروم،
دوربینم بیدار و چشمام پر از جزئیاتی که شاید فقط باید با دل دید. ویدیو اینجا تموم میشه، ولی اون حس، اون طلوع، اون نگاه دختر، اون دوچرخه‌ای که بی صدا گذشت، همش هنوز توی من جریان داره. ممنون که با من قدم زدی. تا ویدیو بعدی، همونجا، همون وقت، تو باشی و من با یه چشم پوشی اغواگر از روزمرگی ها.